سلام عرض میکنم. حالتون چطوره؟ الهی شکر. خوشی؟ قربون شما. حبیب جان دودویت چطوره؟ بیشتر پول بهت ندادم، ناراحتم. بزرگ شما عرض کنم که برو هم مامان سوال کن، بهت میگه قشنگ تمام زیر بم ما رو میدونن. من که خواهشی هم به اکثریت خاموش داشتم، میخواستم که لطف کنن تو جایی که فانسم فوش میدن فوش ندن، کارشون رو عملی کنن و خواهر شما رو کرد. بزرگ شما عرض کنم که برای اولین بار و آخرین بار میگم متوجه شدین ملت ایران سوار مادر خوار مادر خودت باشن. سلام عرض میکنم. امت خر تو کلش و تو اون انبامش. تشکر میکنم از مسئولیت مدیریت تلویزیون رنگارنگ که این نشاده رو عزتش بالا بوده زده به رهبر و شما آتیش زدین شما رو. سلام کیری؟ باز زبون خامنه‌ای زده بودی جیگر سلام. برو ببین مامانت کجاست. سلام عرض میکنم بفرمید. چونی؟ رهبره فامیلی رهبره بخواه بگیم ملت همه میدونم به جز امت خر. تلویزیون رنگارنگ بینندگان با بینندگان حبیب گفتم که یک بار به گفتم اگه شعور داشته باشی بفهم زبون خامنه‌ای رو از تو شلوار در نیار بذار تو دهنه هم بدبخت و چلاق باشه. میخوام ببینم این مادر ربا بگو کجاتون آتیش گرفته؟ چیه نشاده تو کشونتون کردن؟ فوش ندی خواهش من فوش ندید. نشادرش درسته. نشادرش رو من گفتم تشکر میکنم از مدیریت تلویزیون رنگارنگ که یه همچین موادی رو به کار برده که اینقدر سوزشش زیاده. اگر آقا حبیب بذار فوش بدیم بذاریم اونا چیز نگم فوش ندید. بفهمید تشکر میکنم از این همه محبتی که نسبت به رهبر انقلابتون دارید. تشکر. مرگ بر خامنه‌ای بفرمید. مرگ بر خامنه‌ای کستی شد. ببینید تو اینقدر بیشعور هستی اینقدر به حساب ضعیف و بدبخت هستی واسه یه لقمه نون حاضری زن بچه‌ت رو بده به این آخوندا. مرگ بر خامنه‌ای میگی وقت از این ور میره زن بچه‌ت هم میده به این ور اون ور. مرگ بر تو. صد رحمت به اون زنهای قلعه. خامنه‌ای مرگ بر خامنه‌ای تو گور خامنه‌ای توالت تو گورش و قبرش و پدر جدش و زن بطولش درزه من استان مرکزی چشمه خشکم قنداق قربونت برم خداحافظ. زنده باشی موفق باشی. سلام عرض میکنم بفرمی حبیب هستم تلویزیون رنگارنگ. اگه دنبالش میگردی همشیره و مامانی رو تو بیت رهبری هستن. رهبری فکر کنم برده کردستان که برادر کرد حداقل مشغول باشن. من میخواستم به اونایی که سر میزنم فوش میدم بگم آشقان هلاشی شما شکمتون سیره خبرات شکم گوش راه ندارید منتظرتون کشید لاشی چون احمق من یه زنم نباید این خبر فهمم درده ولی اینقدر کسکش و اینقدر مادر جوندهی نه فوش ندی خواهر شما خونده خوابه آشقان هلاشی و کم زن بزنید فوش بدیم شونی هم از جمهوری اسلامی مرگ بر خامنه‌ای گوشی دستت با مامانت صحبت کن جیگر. خیلی باحال بود. مرگ بر مزدورای تلویزیوندار لس آنجلسی به سرکردگی فرمانده سپاه